ورزشگر 18 ساله آلمان با آن قدرت و توانی که داشت بالای حریف سخت فشار آورد و غالبیت به دست آورد و به مرحله بعدی را خط گرفت. اکنون دوستان عزیز در وزن تا 60 کیلوگرم رقابت ها میگذاریم. مرحله دوم جایی که پهلوان تاجیک هنرنمایی میکند او در مقابل یکی از ورزشگران با افتخار اسپانی هنرنمایی میکند. بله ورزش است، نباید یکی رو افضل دانست دیگری رو من از لحاظ تاکتیکی نسبت به حریف کمتر. محمد ایوب میرزازاده در همان لحظه اول ببینید که از خود درک داد در مقابل حریفی که نسبت به او 5 سال بزرگتر است، گاریگوس فرانسیسکو چگونه در روش های فندی خوب یا همان نواز خوب استفاده میبرد. حریف رو فقط اگر تواند که به مورد کنترل یا اداره کند شاید یعنی نظر داوران در مورد فنون این ورزشگر ما دیگر شود. گاریگوس فرانسیسکو 25 سال دارد، ورزشگر اسپانیا. او در کارنامه‌اش دستاوردهای زیادی شایان تحسین، عنوان قهرمان جهان و اشتراکچی بازی‌های المپی است. همچنین برنده گرند سلم هست، 18 مرتبه در گرند سلم ها اشتراک کرده است، 2 مرتبه برنده گرند پری شده است. ببینید چگونه از ورزشگر ما فریب میخورد، اگرچه میخواهد فندی خوب یا همان تمای نگ را استفاده کند، ولی میرزازاده فورا نیز در مقابل او عکس العمل نشان میدهد. ولی همان روش شیموازه یکی از روش های خفناک و خطرناکی که استفاده میشد از این خوشبختانه توانست که برآید و در روش اکنون در داور مرکز رو ببینید که در لحظه های بعد اول ورزشگر ما بسیار یعنی فعال بود، قوا و توانش پای برجا بود. در همین لحظه ها با او یک کارد زردی جذاب با سبب کمکاری میدهد، ولی کمکاری او را ما مشاهده نکردیم. او کوشش میکند کار کند و کوچیگر یک روش پرتابی هلوک از بین و ببینید چگونه این پرتاب ایپان بها گذاری شد در همان لحظه اول. دیگر حاجت به ادامه دادن است. واقعا اینجا تجربه و ملکه کار خود را کرد. اگر حالت تکرار میشد این در مورد این پرتاب یعنی قضاوت کردن خوبتر بود، ولی در همین لحظه که مشاهده کردیم دوستان عزیز در یک آن واحد همین حرکات گاریگوس با وقوع پیوست و او غالبیت به دست آورد. در دور دوم ورزشگر ما شکست خورد و از ادامه رقابت ها حذف شد. ورزشگر ما که یعنی مرتبه نخست است تجربه میکند در اشتراک در این مسابقات را